به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب مجموعه افسانه های ایرانی جلد 3 شروع میکنیم. افسانه های هوشیاری و حماقت که گردآوری و تألیفش رو آقای محمد شیخ الاسلامی انجام دادن و نشر آرایان در تهران چاپ کرده. چاپ دوم این کتاب در سال 1396 بوده و آقای شیخ الاسلامی این کتاب رو تقدیم به بزرگمرد نسلو استادم دکتر شیرزاد طایفی کردند. این کتاب شامل فهرست، مقدمه و داستان‌های کوتاهی در مورد فضیلت‌های اخلاقی، هوشیاری و حماقت هستش که من هر چقدر که تا زمان به من اجازه بده برای شما میخونم. اولین داستانی رو که میخوام برای شما بخونم گنجشک دانا هست. روزی بود و روزگاری، گنجشکی کوچک اما با هوش و زیبا در صحرایی زندگی میکرد. گنجشک قصه ما تمام فصل تابستان را مشغول کار کردن بود. او از صبح تا شب دانه جمع می‌کرد تا در زمستان که فصل سرما و برف است غذایی برای خوردن داشته باشد. روزی از روزها مثل همیشه برای جمع کردن دانه به صحرا آمد. مشغول جستجو شد. کمی آن طرفتر مردی شکارچی برای شکار به صحرا آمده بود. گنجشک از آنجا که تمام فکر و ذهنش درگیر جمع کردن دانه ها بود متوجه دام شکارچی نشد. او ناگهان به دام افتاد. گنجشک هرچه تلاش کرد نتوانست خود را نجات دهد. شکارچی خوشحال و خندان با شتاب به طرف شکار خود آمد. دید گنجشکی بسیار زیبا در تور او گرفتار شده است. با خودش گفت چه پرنده زیبایی، بهتر است او را همین الان بکشم، غذای خوشمزه‌ای درست کنم و بخورم. گنجشک دانا رو به شکارچی کرد و گفت ای شکارچی، اگر من را نکشی در مقابل من به تو 3 درس بسیار مهم یاد می‌دهم. آن 3 درس در هر جا و در هر زمان به دردت خواهند خورد. شکارچی کمی فکر کرد و گفت بسیار خوب، قبول می‌کنم، به شرطی که اول آن 3 موضوع را بگویی، پس از آن تو را آزاد می‌کنم تا هر کجا خواستی بروی. گنجشک گفت اول اینکه به هیچ عنوان در مورد آنچه گذشته است احساس ناراحتی و نگرانی نکنی. یعنی اگر اتفاقی در گذشته برای تو افتاده است هرگز اکنون افسوس آن را نخوری. دوم اینکه هر آنچه دور از فکر و ذهن تو است را باور نکنی. سوم را هر وقت مرا آزاد کردی به تو خواهم گفت. شکارچی کمی به فکر فرو رفت. سپس پای گنجشک را از تور جدا کرد. گنجشک در همان لحظه به هوا پرید. روی شاخه‌ای نشست و گفت ای مرد نادان، در شکم من 2 مشت از جواهرهای پادشاه وجود دارد، اما حالا که تو من را آزاد کردی دیگر دستت به آنها نمی‌رسد. شکارچی از اینکه پرنده را آزاد کرده بود پشیمان شد. او مدام با خود می‌گفت ای کاش آن پرنده را آزاد نمی‌کردم. چه اشتباهی انجام دادم. اگر او را آزاد نمی‌کردم و می‌کشتم صاحب 2 مشت جواهر با ارزش می‌شدم. با آن زمین بزرگ می‌خریدم، در آن باغ و خانه می‌ساختم و خلاصه او مدام افسوس می‌خورد. گنجشک متوجه پشیمانی شکارچی شد. با صدای بلند گفت ای شکارچی نادان، مگر به تو نگفته بودم برای آنچه گذشته است دیگر ناراحتی نکنی؟ یعنی تو درس اول را فراموش کردی. تو درس دوم را هم فراموش کردی. این درس که هر حرف و سخنی دور از فکر و ذهن تو باشد هرگز آن را باور نکنی. آیا در شکم کوچک من 2 مشت جواهر جا می شود؟ اصلا جواهر با ارزش در شکم من چه می کند؟ گنجشک پس از این صحبت ها پرواز کرد و رفت و رفت و رفت. شکارچی ماند و تور خالیش. نام داستان بعدی که میخوام براتون بخونم پیاز تا چغندر شکر خدا. روزی بود و روزگاری. در زمانهای بسیار دور زن و شوهری بودند.
آنها سالیان سال در کنار هم زندگی می‌کردند. در همه امور زندگی با هم مشورت می‌کردند. مرد کشاورز باهوشی بود. روزی مرد با زنش مثل همیشه صحبت کرد. او مشورت خواست. آیا مقداری چغندر به دربار شاه ببرند؟ شاید شاه به آنها پول قابل توجهی بدهد. آنها هم بتوانند با آن پول کمی زندگی خود را تغییر دهند. زن به شوهرش گفت به نظر من الان فصل و زمان چغندر نیست. بهتر است به جای چغندر پیاز ببری. شاه با هر وعده غذا حتما یک پیاز را میخورد. خلاصه مرد مقداری پیاز گرفت. سوار خر شد به طرف کاخ شاه رفت. شاه وقتی مرد را دید به او گفت برایمان چه آورده ای مرد؟ مرد پاسخ داد برایتان پیاز آوردم. پادشاه از این حرف مرد بسیار بدش آمد. بلافاصله به نگهبانان کاخ دستور داد مرد را به درون حوض بیاندازند. یکی یکی پیازهای او را هم به سرش بکوبند. نگهبانان دست و پای مرد را گرفتند. او را در حوض انداختند. تک تک پیازها را به سر مرد می‌زدند. شاه از بالای کاخ این صحنه را می‌دید. مرد با هر ضربه که به سرش می‌خورد خدا را شکر می‌کرد. شاه از این حرکت مرد تعجب کرد. شاه از آن بالا فریاد زد مرد دیوانه چرا خدا را شکر می‌کنی؟ مرد پاسخ داد پادشاه به سلامت. در ابتدا می‌خواستم برای شما چغندر بیاورم. همانطور که می‌دانید وزن هر چغندر 2 برابر پیاز است. آن وقت حتما سرم می‌شکست. اما حالا که پیاز است عیبی ندارد. پادشاه از این سخن مرد خوشش آمد. دستور داد دیگر پیازها را به سر او نزنند. بلافاصله او را از حوض درآوردند. وقتی لباسهایش خوش شد شاه 50 سکه به مرد داد. مرد هم خوشحال به طرف خانه‌اش حرکت کرد. وزیر ناقلا این صحنه را دیده بود. از حسادت نتوانست تحمل کند. او با خودش گفت من حتما باید بروم و آن 50 سکه را از چنگ مرد درآورم. خلاصه سوار بر اسبش شد. به دنبال مرد راه افتاد. به مرد رسید و گفت ای مرد بایست با تو کار دارم. مرد گفت با من کار دارید؟ وزیر جواب داد بلی بیا ببین فرشته ها در آسمان چه میگویند؟ مرد گفت راستش را بخواهی من از این پایین نمیتوانم بشنوم. شما آن بالا هستی و صدای فرشته ها را میشنوید. وزیر که عصبی شده بود گفت بسیار خوب من میآیم پایین تو بر اسب سوار شو. تو به من بگو فرشته ها چه میگویند؟ وزیر پیاده شد. مرد بر اسب سوار شد. کمی گوشش را تیز کرد. رو کرد به وزیر و گفت فرشته ها میگویند اسب وزیر برای من باشد و خر من برای وزیر باشد. مرد بلافاصله با پا به پهلوی اسب زد. او با سرعت به طرف خانه‌اش حرکت کرد. وزیر ماند دست خالی و خر مرد. نام داستان بعدی قدرت شیر هستش. روزی بود و روزگاری. در جنگلی سرسبز و زیبا شیری زندگی می‌کرد. همه حیوانات به او سلطان جنگل می‌گفتند. روزی از روزها سلطان جنگل گرسنه شد. او به دنبال غذا در دشت و جنگل قدم می‌زد. چشمش به گرگ افتاد. شیر به او گفت ای گرگ این طرف‌ها شکاری ندیدی؟ گرگ بلافاصله پاسخ داد دیدم یک اسب بی صاحب فلانجا مشغول غذا خوردن بود. هر دو به سراغ اسب رفتند. شیر خیلی آرام به طرف اسب رفت. از پشت پرید. در هوا 2 دستش را دراز کرد. کمر اسب را شکست. فریادی کشید. خون اسب را خورد. گوشهای آن را هم برای گرگ گذاشت. سپس رفت. مدتی گذشت. دوباره شیر و گرگ یکدیگر را دیدند. شیر به گرگ گفت این بار نوبت توست. یک اسب فلانجاست. تو باید او را شکار کنی. گرگ پذیرفت. آماده حمله شد. آرام آرام به طرف اسب رفت. ناگهان بر پشت اسب پرید. اما اسب با لگدی سر گرگ را شکست و فرار کرد. شیر در آن لحظه با صدایی بلند شروع کرد به خندیدن. راهش را گرفت و رفت. چند روزی از این ماجرا گذشت. سلطان جنگل شغال را دید. به او گفت ای شغال این طرفها شکاری ندیدی؟ شغال گفت فلانجا یک قاطر دیدم که بی صاحب بود.
هر دو رفتند به شکار قاطر. شیر مثل قبل آرام آرام به قاطر نزدیک شد. ناگهان پرید، کمر قاطر را شکست، خونش را خورد، گوشت آن را برای شغال گذاشت. به راه خود ادامه داد و رفت. 2-3 روز بعد شیر و شغال یکدیگر را دیدند. این بار شیر به شغال گفت نوبت تو است، فلانجا قاطری است، بیا و به حسابش برس. شغال پوزخندی زد. هر دو رفتند به شکار قاطر. شغال آماده حمله شد، پرید بر پشت قاطر، اما قاطر با لگدی سر شغال را شکست و فرار کرد. سلطان جنگل خندید، به راه خود ادامه داد و رفت. چند روزی گذشت. این بار شیر روباه را دید. به او گفت ای روباه گستاخ، چه کسی به تو اجازه داده است به جنگل من بیایی؟ مگر تو نمیدانی هر کس میخواهد اینجا زندگی کند اول باید از من اجازه بگیرد؟ آیا از زور و قدرت من خبر نداری؟ روباه ناقلا جواب داد از کجا بدانم و باور کنم تو قدرتمندترین هستی؟ شیر گفت میتوانی امتحان کنی. روباه گفت بسیار خوب، فلانجا الاغی است، اگر بتوانی او را شکار کنی من قبول میکنم تو سلطان جنگل هستی. شیر نیشخندی زد و گفت ای نادان، این کار برای من آسانترین کار است، برویم. هر دو رفتند. شیر حمله ای کرد، الاغ را کشت. سپس شیر گفت حالا باور کردی من از همه قدرتمندتر هستم؟ روباه گفت نه، باور نکردم. شیر گفت چه زمان باورت می شود؟ روباه گفت فلانجا یک درخت گردو هست، اگر بتوانی آن را از جا درآوری باور می کنم نیرومند و سلطان جنگل هستی. شیر پذیرفت. با هم پیش درخت رفتند. شیر ضربه‌ای به درخت زد، با زحمت و تلاش بسیار آن درخت گردو را از جا درآورد. از شدت خستگی به گوشه‌ای افتاد. سپس به روباه گفت حالا باورت شد؟ روباه پاسخ داد نه، باورم نشده است. شیر گفت باز هم نه؟ روباه گفت تنها یک راه وجود دارد که من باور کنم، آن این است که من دست و پای تو را با روده های آن الاغ می‌بندم. اگر تو توانستی خودت را از بند آنها باز کنی باور خواهم کرد از تو قدرتمندتر در این جنگل نیست. شیر قبول کرد. روباه بلافاصله دست و پای او را محکم بست. شیر از کندن درخت خسته شده بود، اما نمیخواست به روی خودش بیاورد. او بسیار تلاش کرد بندها را باز کند، اما هرچه تلاش کرد نتوانست آنها را باز کند. او به جای بندها پوست و گوشت خود را میبرید. کم کم خون از بدنش جاری شد. خلاصه شیر آنقدر در آن حال ماند که مرد. روباه ناقلا هم از شر شیر راحت شد. قصه بعدی کلاه بافی شاه عباس. روزی بود و روزگاری. در زمانهای نچندان دور شاهی به نام شاه عباس زندگی می‌کرد. روزی برای شاه خبر آوردند در شهر هر روز یک نفر گم می‌شود، بعد دیگر اثری از او پیدا نمی‌شود. شاه عباس کمی فکر کرد. در نهایت تصمیم گرفت خودش به دنبال دزد آدمربا برود و او را پیدا کند. بنابراین هر شب لباسی کهنه مانند لباس گدایان به تن می‌پوشید، در شهر می‌گشت تا دزد آدمربا را پیدا کند. در یکی از همین شب‌ها شاه عباس با همان لباس کهنه مشغول قدم زدن بود. مردی جلوی او را گرفت و گفت ای درویش، کجا می‌روی؟ بیا و برای من کار کن. در ازای کاری که برایم می‌کنی پول خوبی به تو می‌دهم. شاه عباس یا همان گدا گفت برای من فرقی نمی‌کند چه برای تو کار کنم و چه گدایی کنم، اما حالا که اینطور میگویی اشکالی ندارد، برای تو کار میکنم، مزد و حقوق هم میگیرم. مرد گدا را به داخل خانه‌اش برد. بلافاصله در خانه را قفل کرد. چاقویی برداشت. به شاه یا همان درویش گفت میخواهم تو را بکشم، سپس تو را مومیایی کنم، شیره بدنت را بگیرم، سپس آن را با قیمت بسیار بالا به ثروتمندان بفروشم. درویش از مرد پرسید از این که مرا مومیایی کنی چقدر پول به دست میآوری؟ مرد جواب داد 100 تومان. گدا به او گفت اگر مرا نکشی
و مومیایی نکنی من هر روز به تو 100 تومان میدهم. مرد ادامه داد تو خودت محتاج و نیازمند کمک دیگران هستی، چطور به من 100 تومان میدهی؟ گدا پاسخ داد من نمدمانی بلد هستم، میتوانم به خوبی کلاه ببافم. من کلاه میبافم، تو آن را ببر در شهر بفروش و 100 تومانت را بگیر. مرد قبول کرد. درویش هم در همان اتاقی که زندانی شده بود شروع به بافتن کلاه کرد. او هر روز 1 یا چند کلاه میدوخت، به مرد میداد، مرد هم آن را میبرد میفروخت و پولش را میگرفت. روزی از روزها شاه عباس یا همان گدای قصه ما علامت مخصوص شاه را گوشه ای از کلاه دوخت، طوری که مرد متوجه آن نشد. دزد نادان کلاه را برد بفروشد. خریدار از مأموران دربار شاه در بازار بود. او تا کلاه را دید علامت را مشاهده کرد، فهمید برای شاه مشکلی پیش آمده است. بلافاصله دستور داد مأموران و سربازان دربار شاه آن مرد را دستگیر کردند. به او گفتند هر چه سریعتر ما را به همان جا که کلاه را می‌دوزی ببر. مرد مأموران و سربازان را به خانه‌اش برد. خلاصه شاه عباس را آزاد کردند، آن مرد را دستگیر کردند و به زندان انداختند. بعد از چند روز مشخص شد آدمربای شهر همین مرد بدجنس و ناقلا بوده است. خب داستان بعدی نامش هستش یک وجبی. روزی بود و روزگاری. در زمانهای قدیم پسری بود که قدش به اندازه 1 وجب بود. او هر روز از درخت خرمای نزدیک خانهشان بالا میرفت و خرما میخورد. روزی از روزها دیوی از آنجا عبور میکرد. متوجه شد 1 وجبی بالای درخت است. دیو فریاد زد 1 وجبی تو خرماهای خام و نرسیده را بخور، خرماهای رسیده را برای من پایین بریز. 1 وجبی بلافاصله جواب داد ای به روی چشم، خرمای خام را خودم میخورم، خرمای رسیده را برای تو میاندازم. اما او خرماهای خام و نرسیده و کرم خورده را برای دیو انداخت. خرماهای رسیده و بزرگ و خوشمزه را خودش خورد. دیو از این کار 1 وجبی بسیار عصبی شده بود. او با تمام قدرت درخت را تکان داد. 1 وجبی که قدش کوتاه بود و نمیتوانست خودش را روی درخت نگه دارد پایین افتاد. بلافاصله دیو او را گرفت، درون کیسه‌ای گذاشت و رفت. مدتی گذشت، دیو خسته شده بود. او ایستاد، به سنگی تکیه داد و خوابش برد. 1 وجبی پسر بسیار زرنگ و باهوشی بود. در کیسه را باز کرد، به آهستگی بیرون آمد، جای خودش 1 سنگ گذاشت، با سرعت به طرف درخت خرما دوید. او دوباره بالای درخت رفت. دیو از خواب بلند شد، احساس کرد کیسه سنگین‌تر شده است. در کیسه را باز کرد، دید به جای 1 وجبی سنگی درون کیسه است. با عصبانیت سنگ را درون دریاچه پرت کرد. او به طرف درخت خرما برگشت. دیو 1 وجبی را دید، او روی درخت نشسته بود، با خیال راحت خرما می‌خورد. دیو فریاد زد 1 وجبی، خرماهای خام را خودت بخور، رسیده ها را برای من پایین بیانداز. 1 وجبی جواب داد به روی چشم. سپس گوشت خرماها را خورد، هسته آنها را روی سر دیو انداخت. دیو عصبی شد، بار دیگر درخت را تکان داد. 1 وجبی از آن بالا پایین افتاد. دیو با عصبانیت 1 وجبی را درون کیسه گذاشت، او را به خانه‌اش برد. نزدیک خانه دیو 1 وجبی به هر زحمتی بود در کیسه را باز کرد، به جای خودش 1 بوته خار گذاشت. سپس او فرار کرد، روی درخت خرما رفت تا خرما بخورد. دیو که راه میرفت احساس کرد خاری به پایش فرو میرود و در میآید. فکر کرد 1 وجبی به او سوزن میزند. دیو گفت 1 وجبی سوزن نزن. او دوباره به راه خود ادامه داد. باز متوجه شد خاری به پایش میرود. دیو ایستاد، کیسه را باز کرد، دستش را درون کیسه برد تا 1 وجبی را بگیرد، اما تمام خارهای بوته خار به دستش فرو رفت. در آن لحظه دیو فریاد بسیار بلندی زد، سپس به خانه‌اش رفت. فردای آن روز دیو دوباره به سراغ درخت خرما رفت. 1 وجبی را دید، او روی درخت نشسته بود و خرما می‌خورد. دیو به او گفت 1 وجبی، امروز خرماهای خام را تو بخور، خرماهای رسیده را من بخورم. 1 وجبی جواب داد حتما، به روی چشم.
سپس خرمای خام و نرسیده را روی سر دیو انداخت. خرمای رسیده را هم خودش برد. دیو عصبی شد، مشت محکمی به درخت زد. یک وجبی از آن بالا درون کیسه دیو افتاد. این بار دیو در کیسه را با طناب محکم بست تا دیگر او فرار نکند. دیو یک وجبی را به خانه خود برد. مادر دیو مشغول پختن نان بود. دید پسرش آمد. مادر دیو به او گفت پسرکم، قند عسلکم، امروز چه آوردی؟ دیو جواب داد یک غذای خوشمزه آوردم. بعد از آن که نان پختنت تمام شد، یک وجبی را در تنور بیانداز تا حسابی پخته شود. برای نهار او را بخوریم. سپس دیو ناقلا و بدجنس تبرش را برداشت تا به جنگل برود. او می‌خواست درختان بیچاره را قطع کند. مادر دیو مشغول پختن نان بود. او با خودش میگفت بعد از اینکه نان پختم، یک وجبی را درون تنور میاندازم، او را میپزم، سپس با پسرم غذای خوشمزه‌ای میخورم. در این لحظه یک وجبی به آهستگی از درون کیسه بیرون آمد. مادر دیو را از پشت سر هل داد، او را درون تنور انداخت و در تنور را بست. دیو بسیار خسته شده بود. او به خانه آمد. اول از همه سراغ تنور رفت. در تنور را برداشت. همان موقع یک وجبی که گوشه‌ای مخفی شده بود صدای مادر دیو را تقلید کرد. او با همان صدا به دیو گفت پسرکم، قند عسلکم، من درون تنور هستم، بیا اینجا. دیو بیشتر و بیشتر خم شد. ناگهان درون تنور داغ افتاد. یک وجبی هم بلافاصله آمد، در تنور را گذاشت و فرار کرد. دیو بدجنس به سزای عملش رسید و جزغاله شد. نام داستان بعدی برادر عوض ندارد. روزی بود و روزگاری. در زمانهای قدیم تاجری بود. او یک همسر و 3 فرزند داشت. یک پسر و 2 دختر. پسر تاجر کمی شر بود. او بیشتر اوقات با دیگران دعوا می‌کرد. روزی از روزها در مغازه پدرش نشسته بود. یک مشتری آمد و کالایی خرید. پسر تاجر بلافاصله گفت ای مرد، پس حق من چه می‌شود؟ مشتری جواب داد من پارچه‌ای به این گرانی خریدم، دیگر به تو چیزی نمی‌دهم. پسر تاجر با عصبانیت از جا بلند شد. پارچه را از دست مشتری گرفت. به او گفت پارچه فروشی نداریم. پولت را هم نمی‌دهم. خلاصه دعوای بسیار سختی بین آن دو شکل گرفت. در این لحظه خود تاجر و دایی پسر وارد دعوا شدند. آنها تا توانستند مشتری را کتک زدند. سربازان شاه آمدند، هر 4 نفر را پیش حاکم بردند. از آنجا که تاجر و پسر تاجر و دایی پسر مشتری را بی‌دلیل زده بودند، به زندان افتادند. آنها 1 ماه در آنجا بودند. بعد از گذشت 1 ماه همسر تاجر آمد. او از شاه خواهش کرد آنها را ببخشد و آزاد کند. روزها میرفت و میآمد. سرانجام پادشاه اجازه داد تنها 1 نفر از آن 3 نفر را آزاد کنند، 2 نفر دیگر را هم به قتل برسانند. زن وارد زندان شد. همسرش با خود گفت چقدر خوب، چه همسر فداکار و خوبی دارم. او آمده است مرا آزاد کند. پسر با خودش گفت چه مادر مهربان و جسوری دارم. از شاه خواسته است که مرا آزاد کند. برادر زن با خود گفت آیا می شود خواهرم مرا آزاد کند؟ در این لحظه زن پیش تاجر رفت. به او گفت مرد، تو خجالت نکشیدی؟ با این سن و سال و تجربه‌ات وارد دعوا شدی؟ به جای اینکه آتش دعوا را خاموش کنی بیشتر آن را روشن کردی. خدا تو را نجات دهد. پس از آن پیش پسر آمد. به او گفت پسر جان، برای پولی بی ارزش چه کار کردی؟ هم خودت را گرفتار کردی، هم ما را بیچاره کردی. خدا از گناهت بگذرد و تو را ببخشد. زن در آخر پیش برادرش آمد. به او گفت برادر جان، شما دیگر چرا؟ شما به جای آرام کردن این مسئله آن را بدتر کردید. اما چه می شود کرد؟ حالا بلند شو با هم برویم. زن دست برادر را گرفت. او پیش شاه آمد و گفت قبله عالم به سلامت، من برادرم را آزاد می کنم. شاه با تعجب پرسید حالا چرا برادرت؟ زن جواب داد من دوباره می توانم شوهر کنم. 2 فرزند دیگر هم دارم، اما پدر و مادری ندارم که آنها دوباره برایم برادری درست کنند. پس تنها برادرم است که عوض ندارد. شاه از این فکر زن بسیار خوشش آمد. او دستور داد همسر و پسر زن را هم آزاد کند.
داستان بعدی داستان تیمور لنگ و حافظ هستش. روزی بود و روزگاری. پس از حمله مغول تیمور لنگ به ایران حمله ور می شود. او بیشتر شهرها را تصرف می کند. تیمور در حمله‌ای که به شیراز می برد به باغ دلگشا وارد می شود. او دستور می دهد حافظ را به حضورش بیاورند. حافظ به باغ دلگشا آمد. تیمور آدم باهوشی بود. او با حافظ گفت شما یک شعر دارید که در آن گفته اید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. در این جنگ ها بسیاری از افراد من کشته و مجروح شدند. آن وقت شما به راحتی همه آن شهرها را به یک خال می فروشید؟ حافظ بلافاصله لباسش را درآورد، آن را بر سر گذاشت. حافظ لباس پاره خود را نشان تیمور داد، به او گفت من همین بخشش ها را کردم که به این روز افتادم. تیمور از حرف حافظ بسیار خوشش آمد. به خاطر همین دوستی تیمور به شیراز خرابی و آسیبی نرساند. نام داستان بعدی 1001 شب هستش. روزی بود و روزگاری. در زمانهای قدیم حاکمی بود. او هر شب با دختری ازدواج میکرد. همین که صبح میشد او آن دختر را میکشت. هیچ کس علت این کار را نمیدانست. روزها به این وضع و حال میگذشت. تمام مردم شهر ناراضی بودند. آنها به دنبال راه چاره‌ای بودند تا از این شرایط نجات پیدا کنند. یکی از روزها پادشاه از دختر وزیر خواستگاری کرد. وزیر این را شنید. او بسیار ناراحت شد. وزیر موضوع را با دختر خود که نامش شهرزاد بود در میان گذاشت. شهرزاد گفت پدرجان نگران نباش. من با پادشاه ازدواج میکنم ولی مطمئن باش او مرا نخواهد کشت. شب ازدواج رسید. دختر رو به پادشاه کرد، به او گفت پیش از آن که مرا بکشی بگذار داستانی برای تو تعریف کنم. هرگاه این داستان به پایان رسید آن وقت مرا بکش. شاه پذیرفت. شهرزاد در قصه گویی توانایی خاصی داشت. او شروع به گفتن داستان کرد. شهرزاد همچنان داستان میگفت. پادشاه هم میشنید تا اینکه کم کم خورشید در آسمان طلوع کرد. شهرزاد دید صبح شده است. او قصه را نیمه تمام رها کرد. شهرزاد به همسرش گفت ای پادشاه من جز در شب نمیتوانم قصه بگویم. اگر میخواهی ادامه داستان را بشنوی باید تا شب صبر کنی. پادشاه بسیار مشتاق شده بود ادامه داستان را بشنود. او گفت پس من صبر میکنم شب فرا برسد. این کار همچنان ادامه یافت. شهرزاد هر شب داستان را نیمه کار رها میکرد. او صبح به پادشاه میگفت من جز در شب نمیتوانم قصه بگویم. به این ترتیب پادشاه از کشتن او صرف نظر کرد. روزها گذشتند و گذشتند. پادشاه از شهرزاد صاحب دختری زیبا و دوست داشتنی شد. او دید شهرزاد برای او فرزندی آورده است. برای همین شاه از کشتن او منصرف شد. شاه تصمیم گرفت تا آخر عمر با شهرزاد زندگی کند. نام داستان بعدی 2 عرب. روزی بود و روزگاری. مردی عرب از شهر خود بیرون آمد. او برای دیدار دوست قدیمی خود مدتی در بیابان و صحرا میرفت تا اینکه غذایش تمام شد. گرسنگی امان او را بریده بود. مرد عرب آمد او بر سر حوض آبی رسید. عربی دیگر دید. کنار دست آن عرب یک کیسه پر از گوش بود. آن عرب هر از گاهی تکه‌ای از آن گوش را میکند، آن را کباب میکرد، آن گوش را با تکه‌ای نان میخورد. مرد اول آمد روبروی این مرد نشست. این مرد مشغول خوردن بود. او لحظه‌ای سرش را بالا گرفت، دید کسی روبروی او نشسته است. آن شخص به لقمه‌های او خیره شده بود. مرد دوم بیدرنگ به مرد اول گفت ای برادر از کجا میایی؟ مرد اول پاسخ داد از همان قبیله‌ای که تو اهل آنجا هستی. مرد دوم گفت آیا از خانه من هم گذر کردی؟ مرد اول جواب داد آری، از مقابل خانه تو عبور کردم. عجب خانه بزرگ و زیبایی داشتی. مرد دوم ادامه داد به به، سگ مرا هم دیدی؟ نام سگ من بقا است. مرد اول گفت بلی، او را هم دیدم. عجب سگ زرنگ و باهوشی است. مرد دوم گفت پسرم خالد را هم دیدی؟
مرد اول گفت او در مکتب کنار معلم نشسته بود. پسر تو با صدای بسیار زیبا قرآن می‌خواند. مرد دوم گفت مادر خالد را هم دیدی؟ مرد اول جواب داد باور کن با حیاتر و با عفت‌تر از او در دنیا ندیدم. مرد دوم گفت شتر آبکش مرا هم دیدی؟ مرد اول پاسخ داد بله دیدم. ماشاءالله عجب شتر قوی و زیبایی بود. مرد دوم گفت قصر من در فلانجاست. حتما آن را هم دیدی. مرد اول گفت معلوم است دیدم. زیباتر از آن قصر مگر پیدا می شود؟ مرد اول همان عرب مسافر بود. عرب مسافر توقع داشت آن فرد قسمتی از غذای خود را به او بدهد. او هم از گرسنگی نجات پیدا کند. اما آن فرد بی توجه به گرسنگی عرب مسافر کیسه گوشت را بست و رفت. سگی از آنجا عبور می‌کرد. آن فرد استخوانی از کیسه خود درآورد. آن استخوان را جلوی سگ انداخت. مرد مسافر فریاد زد اگر سگ تو زنده بود دقیقاً شبیه این سگ بود. آن مرد گفت مگر بقای من مرده است؟ مرد مسافر گفت بله، پیش از آن که من به راه بیفتم عمرش را داد به شما. آن مرد پرسید چرا او مرد؟ سبب مردن او چه بود؟ مرد مسافر گفت از بس شتر آبکش تو را خورد. چشمهای او کور شد و او مرد. مرد عرب پرسید شتر آبکش من مگر مرده است؟ عرب مسافر گفت او را در عزای مادر خالد کشتند. مرد عرب پرسید ای وای بر من، مگر مادر خالد مرده است؟ عرب مسافر گفت بله. آن مرد سوال کرد برای چه مرده است؟ مرد مسافر جواب داد از بس سر قبر خالد بر سر خود میکوبید مغزش تکان خورد، او برای همین مرد. مرد عرب با تعجب گفت خالد مگر پسرم مرده است؟ عرب مسافر گفت بله، پسرت هم مرد. آن عرب سوال کرد پسرم برای چه مرد؟ او که سالم بود. عرب مسافر جواب داد آن قصر و ایوان بزرگی که ساخته بودی بر سر خالد فرود ریخت و پسر بیچاره جوانمرگ شد. آن فرد این اخبار وحشتناک را شنید. او کیسه گوشت و نان را در صحرا رها کرد. عرب بیچاره مدام بر سر خود می‌کوبید. عرب مسافر هم با آرامش آمد، کیسه گوشت و نان را برداشت. او خود را از گرسنگی نجات داد. امیدوارم که از این داستان‌هایی که خوندم لذت برده باشید و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بقیه‌اش رو برای شما بخونم. اگر خوشتون اومده میتونین تهیه کنید و بقیه رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.